وقتی کف دستتان رو نگاه میکنید، ما و شما میدونیم تقدیر داریم، از تقدیر خود راضی میشویم و با سکوتی نوبتی برای تازه کردن قلب خود، برای حاصل شدن داروهای بدن، برای طبع خود خوش کردن، باوریمون به قوت ساختن، با امید بدن، بخشیده توانستن، از تقدیر راضی بودن، با یکدیگر خیرخواه بودن و دانستن که عاقبت کار به خیر است و به مردم باوری کردن، یعنی با مردمی که عیال خداوند است درست مناسبت کردن، مهر و محبت در خاندان وارد کردن، برای حاکمان دعا کردن که عدالت را رعایت کنند، برای خردان آموزش و تعلیم دادن، برای همکسبان، همسن سالان مصلحت و مثلا چیزهای خوب با آنها مناسبت کردن. و همین طور روز تا روز که ما این برنامه ها را در سر خود میریزیم، سبب آن میشد که ما یکی از شهروندهای هم سالم، هم چی سالمی مثلا جسمی، هم سالمی احساسی و عقلی، هم سالمی اجتماعی و فرهنگی و معنوی میشیم و خودمان شاهد آن میشیم که زندگی ما رنگ دیگر میگیرد انشای خدا، چون که هر کس که خودش را، نزدیکان خودش را عوض کرد، یعنی این چیزهایی که ما اینجا میگوییم، فکر را عوض کرد، احساسش را عوض کرد، فکرهای موقع ساز کرد، فکرهای خوب و یعنی که نیک و خوشگمان کرد، احساسهای مثبت کرد، باوری کرد، آن وقت در اطراف خود نزدیکان خود را جمع میکنند و آنها هم عوض میشن و هر کی که عوض شد تقدیر او، یعنی که میتواند بگوید که به مقصدش رسیده است، تقدیر نیکی او بیدار میشود. داده شوید با ما حالتی که شما را فرا میگیرد، حالت آرامی است، حالت مخصوص معینه سر است. پناه به سوی خدا میطلبیم، با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم، به نیت شفا میشینیم، خدا رو در بین معینه سر گرفته آرام میشه. دم گیرید، هم تن شما و همراه شما که با وقوع میاد خود تبابت کنی بدن و پرتافته میشود به خون داروهای خودی بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن شما زیاد هستند. ما بدن خدا حس میکنیم، این تحفه خداوند است. بدن آدمی داریم و بدن خود را دوست می‌داریم، احترامش می‌کنیم، نگاه و بینش می‌کنیم تا که موجب و سبب عمردرازی ما شود، تا که ما باز نیکی‌ها کنیم، توبه‌ها کنیم و کارهایی کنیم که سبب خوشنودی ما، اطرافیان ما، دولت ما و خدای ما شود. داده شوید با حالتی که شما را فرا می‌گیرد. حالت آرامی است، حالت مخصوص معینه سر. دم گیرید، هم تن شما و هم روح شما که با وقوع میاد خود تبابت کنی بدن و پرتافته میشد به خون داروهای خود بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. آدمیزاد یک گوشت و پوست خالی نیست، یک رگ و پیوندها نیست، یک چشم ابرو نیست. انسان بالاتر و زیادتر از این است. در پشت پرده‌ای که ما و شما درک نداریم، یعنی غیب، کارهایی می شود که امروز در ما ظهور می کنند. مثلا فرشتگان زیادی در ما وارد می شوند که سبب صحتی ما می شود. اگر به زبان علمی گوییم، این قوه‌های الکترومغناطیسی کیهان زیاد میان و بدن ما آنها را می جوید، چون که ما نیتی صحتی کرده ایم و از آنها ساخته می شود داروهای زیادی که به ما لازم هستند.
هر یک اتم، هر یک مولکول، یک ذره‌چه خردی ما از موج عبارت است. آن را موج ها می سازند. مثلا اگر برگ را بگیریم که حالا بدن ما و شما از آسمان می جبد نور را مانند برگ، همین برگ سبز که معرفت کردگار یعنی معرفت خداوندی است، امروز علم اثبات کرده است که در حقیقت تمامی غذاهایی که حیوانات و انسان استفاده میبرند از همین بیوفابریکه یک برگ است. از نور آفتاب و گاز کربنات برگ میسازد کرخمل، غذا، ماده ارگانیکی. ما بعضی آن رو میبینیم که میوه میشن، به ریشه ها میرن، در ریشه ها جمع میشن و عموما این باعث حیرت است که چقدر خلوروفیل، یک زوادهای خرد میده‌ای که در برگ هستند، این کار رو میکنند، میجبند فوتونهای آفتاب را و میگیرند، میکشند گاز کربنات هوا را و از این دو چیز میسازند برای ما و شما غذاهای خوردنی که ما آنها را در میوه‌جات و سبزیجات میبینیم. و بغیر از این باز ما میدانیم که اگر انسان میتوانست مانند یک برگ زوادچه‌ای بسازد، آن وقت نیاز به رستنی ها دیگر نبود. ما وابستگی از یک برگ سبز یک درختی داریم. برای همین امروز چون شما یک برگ سبز رو کندنی شوید، پیش از آن اندیشه کنید. یعنی ما قسمی از طبیعت هستیم. برای همین بدن خود را ما به حال خود میگذاریم، قوای زیادتی رو از آن میگیریم، بدن خودش را صحت کردن میگیرد و ما پیوست میشویم به زمین. مانندی که هر یک رستنی ریشه دارد، ما و شما ریشه روحی داریم بر زمین. حس کنید که از طرف استون مهره و دو مغازه و طرف مرکز زمین نوری می رود و این نور و مرکز زمین گرفته و بدن ما را تازه می کند. همه قواهای سیاه و وزمین که در بدن ما جمع شده بودند ریخته به طرف مرکز زمین می روند. وزمینی های از چی از قفس سینه، چی از دیگر عضوها به مرکز زمین می روند. از تاری سر نور نو وارد شده. ما در بین دو قوه هستیم، یک قوه آفتاب، یکی قوه زمین. قوه زمین مینوسه باشد، قوه آفتاب پیلوسه است و به گفت سینای بزرگ یعنی آفتاب گرم و زمین سرد و از همین لحاظ اگر یکی آن در شما زیاد شود سبب بیماری میشه. ما در این سکوت آنها رو معتدل میکنیم. آرام شوید و طاقت کنید و بی‌طاقتی رو از خود بزنید و حس کنید که شما می توانید بالای خود را بگیرید. دم گیرید، هم تن شما و هم روح شما که با خون خود تبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خودی بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن شما زیاد هستند. چقدر خوب و نغز نشسته، آزاد و آرام، آسوده و دم گرفته. دنیا زیبا و رنگین است، مردم مهربان است، زندگی آسان است. خدا نزدیک است، دعا مستجاب است و ما به این اعتقاد داریم. ما هر بار نفس میگیریم بدنمان سبک می شود. یک سنگ وزمینی است که توان پرتافته می شود و بدن ما مانند پفک پری هوا شده سبک می شود. دوست دارید تا دوست داشته باشید، ببخشید تا بخشیده شوید. باور کنید با شما معجزه ها شوند و امید کنید کرامات این علم بگیرید. بعضا چنین میشد که شما حیران میشید از کجا صحت شده. بعضا چنین میشد که عملها و کارهایی را میکنید که پیش کردن نمیتوانستید. بعضا قوه عجیبی را در بدن خود میبینید. باوری را میبینید که کارهایی را میکنید که پیش نمیتوانستید. فکری که پیش شما را ناراحت میکرد در نظرتان ناچیز میشود.
احساسی که پیش شما را به چه حالت ها می آورد امروز شما را اثر ندارد. حادثه و واقعه هایی که پیش با شما می شدند و شما را ناراحت می کردند یا شده بودند که در خاطره های شما می آمدند، آنها حتی بیایند هم و شما اثری نمی رسانند، چون که ما در حالت احسان هستیم. ما نور عجیبی خداوندی را در قلب ما وارد می شد، حس می کنیم. یک نوری از بدن می گذرد و ما یکی از کلمه های بزرگ در زبان دل تکرار می کنیم. بگذارین مهر باشد، بگذارین سلامتی باشد، بگذارین قوت باشد. ولی هر کلمه بزرگی را شما میگویید بدانید که به اسماء حسنا راست میشه. خوبتر است که شما یعنی که از خوشی زیر خوش خود، آن خوش کلکتیوی که آمده است تا امروز و میداند که نامهای خداوند و ما اثر خوب میرسانند، آن را تکرار میکنه. هر کس که نام خداوند را تکرار کرد، مثلا الرحیم و یا رحیم، بفهمید شما مهربان میشوید. اگر شما بگویید المؤمن یا مؤمن، شما باورناک میشوید. اگر شما بگویید القوی یا قوی، شما قوی میشوید. شما اگر بگویید سلام یا سلام یا سلام، این صفت سالمی را میگیرید. شما اگر بگویید صبور یا صبور یا صبور، شما با صبر میشوید. شما اگر بگویید الحکیم یا حکیم یا حکیم، حکمت مییابید، فهمیش پیدا میکنید. بگویید آن نامی که شما لازمش میشمارید و بسیار جدی باشید. و شما سر دل سخت خود حس میکنید. افسوس که بسیار کارهایی کردیم که سر دل را سخت کردیم. ما به مهر و ما دلسنگ شدیم. اکنون با دلسوزی و خیر خواستن برای یکدیگر و مهر و باوری ما سر دل خود را میکشاییم. ما حس میکنیم که مهر چخیل است. ما حس میکنیم که باوری چخیل است. ماننده که ما و شما گرسنگی را حس میکنیم، سیری را حس میکنیم، همین طور مهر را حس کنیم، باوری را حس کنیم. شما از دل خود میگذارانید قوه را و این قوه شما را اثر دارد. دل شما روشن است. وقتی شما خوش شدن میگیرد، پرده سیاه و وزمینی از سر دل گرفته میشد که شما با مهر شما بخشیده میتوانید. شما باوری دارید که صحت میشوید و مردم رو به این چیز دعوت میکنید و شکم شما نافتان جایش گرفته به صبر میشوید و شما زیر ناف شما فعال شده. شما حس میکنید که از خداوند دائم موجهایی می آمدند که انسان را خوشخبر میدهند. ما از زندگی انتظار کار خوب میشویم. ما چیزهایی رو مشاهده میکنیم، میبینیم که پیش نمیدیدیم. صحتی خود میبینیم، آرامی خود میبینیم، قلب روشن خود میبینیم، باوری خود میبینیم. باوری این خبری است که آمده است برای انسان که هنوز واقع نشده است، ولی انسان باوری و امید دارد و شما روزی میشد که به آن چیز میرسید، یعنی صحتی، خوشبختی. نوری عجیبی از بدن میگذرد و شما را سالم و صحت میگرداند. ناترس و دلیر. و اکنون از دل گذرانید که چی میخواهید، یعنی پیش نظر بیارید. دوست دارید تا دوست داشته باشید، ببخشید تا بخشیده شوید. باور کنید و معجزه بگیرید و امید کنید و کرامات.
بر شما می شود. از غیب چیزهایی می بیاید که ما و شما حیران میشیم. ما شفا رو از جایی می گیریم که عموما انتظارش نمودیم. ما صحتی رو چنان می بینیم، چنان می فهمیم که عموما حس نمی کردیم. مکن نه گرمی به ما و شما اثری سختی دارد و نه خنکی. بدن ما خودش اداره می کند. فکرهایی که پیش ما را ناراحت می کردن ناچیز می شد. حادثه واقعی که به یاد می آمدن ناراحت می شدیم، می آیند ما را یک تبسمی پیدا می شد. کارهای بودگی در پیش هستند، می دانیم با آسانی حل کردن می شود. صبر می کنیم و طاقت و عملهایی را می کنیم که به ما لازم هستند و دعا کنید دعای نیک آنچه که پیش نظر آورده. در حقیقت شما حس میکنید که استاد دوست می‌دارد شاگردان خود را و شاگردان دوست می‌دارند استاد خود را. بهترین استادان آنهایی هستند که شاگردان خود را به نیکی یاد میکنند و دوست می‌دارند. بهترین شاگردان آنهایی هستند که استادان خود را به نیکی یاد میکنند و آنها را دوست می‌دارند. بدترین استادان آنها که شاگردان خود را نفرین میکنند و بدترین شاگردان آنها که استادان خود را نفرین میخوانند. شما چیزهایی یاد میگیرید، چیزهایی که در زندگی شما سبب پیشرفت شما میشد، گشایش کارتون میشد. شما رابطه با قواهایی میکنید که آنها از وجود شما گذشته شما را تازه میکنند، شما را فهمیش و درک میدهند و گناهای شما میگشایند، گناهایی که سبب فعال شدن تقدیر نیکی شما میشد. روز تا روز شما ببینید که بهتر و خوبتر و نخستر شده ایستاده. مردم را به صحت سالمی دعوت میکنید، ایستادگری دارید و قوتید، ناترس و دلیرید، وطن خود را دوست میدارید، با حاکمان ملایم و نرم با دلیل گپ میزنید، خردسالان را احترام میکنید، همچنین سالان را نصیحت و مصلحت میکنید و کلان سالان بسیار احترام و گوش میکنید و روز تا روز میبینید که زندگی شما دگرگون میشود. همه وقت در ذکری هستید که آن اسمی را که امروز تکرار کرد. سخنان ما در یادتان و هر بیگاه بعد شام سکوت تکرار میکنید. گذشتن نور و قوا و نیرو را حس میکنید. میتوانید زندگی خود را بسازید. هرچی که بود تا امروز از جانب خداوند بود و شما به شعورانه زندگی میکردید. اکنون شما از این رو سر کرده با شعورانه زندگی میکنید و تقدیر خود در دست خود میگیرید و در این شما را خداوند کمک کننده است. خداوند غیوران را دوست می‌دارد. در برابر غیوران خداوند غیور است. پس باشید از جمله کسانی که امروز غیرت و کوشش میکنید که صحت و خوشبخت و سالم باشید. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. شست و شو کنید در نوری که از کیهان به شما میآید. عقل را رسا، سر را تازه و سبک، چهره را روشن، چشمها را بینا، گوشها را شنوا، گلها را سبک، قفس سینه را با مهر و نفس آزاد، شکم به صبر و با فراست، دستان با برکت و استواره، سررزق روزی و بقوت، پایها استوار، در زندگی گشایش کار براری. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. روز تا روز انشای خود را بهتر و خوبتر شدن میگیرید. سبک و روشن و دم گرفته آهسته آهسته چشمان خود را میگشایید.